برای وسعت بخشی کارهای بنیادکاری و سازندگی آباد و زیباگردانی همه گوشه و کنار مملکت و در نوبت اول تامین نمودن رشد همه‌جانبه دهات کشور به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکاران تدبیرهای مشخص راه‌اندازی گردیده ایستاده است. این است که در مرکز ناحیه مومن آباد از جانب صاحبکار محلی اکرمزاده سعید مهمانخانه خوش‌طرح و زمانوی در عرفه سال نو میلادی افتتاح خواهد یافت. مهمانخانه از 3 آشیانه عبارت بوده برای مهمانان داخلی و خارجی شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. تهخانه برای نگهداری اسباب‌های روزگار، قبولگاه، آشخانه و حجره‌های آن به طلبات روز جوابگو بوده بهترین طعام‌های ملی از جانب کدبانوها آماده کرده خواهد شد. با گفته مسئولین مهمانخانه آنها می‌توانند در یک شبانه روز زیاد از 60 نفر مهمانان را قبول نموده به آنها خدمت رسانند. مقصدی افتتاح مهمانخانه برای پرقوت گرداندن بعضی صاحبکاری بعضی سیاحی در ناحیه می باشد. مهمانخانه دارای 15 حجره بوده با چند تالار استراحتی ورزشی و غیره تامین می باشد. 6 نفر جای کاری دائمی قدی در 3 بست تامین شده است. برای تامین نمودن رشد منبع ساحه سیاحی مسئولان مهمانخانه با ابتکار کمیته رشد سیاحی جهت زیاد کردن نامگوی خدمت‌رسانی‌های سیاحی، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها در ساحه، راه‌اندازی وسیع سیاحی توابتی از حساب کارمندان مهمانخانه با کورس‌های بازآموزی فرا گرفته خواهد شد. این زمان کارمندان مهمانخانه می توانند به یگان ماموریت با مهمانان خارج از کشور نیز با معامله و معاشرت خوب خدمت رسانی را در سطح لازمه به راه مانند. باید گفت که مبلغ مصرف کرده برای کارهای ساختمانی در مهمانخانه 2,800,000 سامانی مصرف کرده است. مورد به یادآوری است که از جانب این صاحبکار موفق در مرکز ناحیه جمعیت دارای مسئولیت محدود شفا چای مومن آباد سال 2015 مورد بهره برداری قرار یافته بود که تا این جانب فعالیت نظررس داشته 10 نامگوی چای‌های شفابخش طبابتی از جمله بیماری‌های زیر غدود معده، بیماری‌های قند، فشار بلندی، بلند برداشتن مسئولیت و دیگر نامگوی چای برای سالم نگاه داشتن عامه آماده نموده به داروخانه‌های حدود کشور انتقال می‌دهند. صاحبکاران با تکیه از غمخوری‌ها و دستور هدایت‌های سروری دولت کوشش به خرج داده ایستادند که در سطح بلند استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشور که در ناحیه مومن آباد 200 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است سهم نظررس گذاشته به این وسیله در تامین جایهای کاری و آباد و زیبا گرداندن ناحیه مذکور نقش مهم گذارند.